چیزایی که برای اونها نیست اصلا. برای اونها دینش آموختن است. ترا هیچ کس نمیپرسد که تو چرا فلانی تکفیر نکردی، چرا بسمدانه تکفیر نکردی. هیچ کس ترا قیمت نمیپرسد. نیک ترا میپرسند که چرا تو و تکفیر کافر گفتی و یا کافر گفتی و یا مرتد مشرک گفتی. اینت میپرسند روز قیامت. فهمیدی؟ اینت میپرسند 100%. ای پیغمبر میگه من قال لاخی یا کافر فقط باء بها احدهما. کسی که میگه که برادرش کافر گفت همون کفر برمیگردد. اگر او کافر نباشد به خودش برمیگردد. فهمیدی؟ میگه تکفیر کردن مسلمان و لعنتش مثل کشتن شی. فهمیدی؟ من در شما را میفهمم که شما دین آموزید، دین تو یاد گیرید. انسانی که طاغوت نمیدونه چی است، شرک نمیدونه چی است، تماما نمیدونه شرک چی است. نکی وقتی که میگوش که شیخ عثیمین و شیخ ابن باز فلانی میگه اینش مرتد است، اینش مشرک است، اینش فلانی است، اینش بسمدانی است، این به طاغوت کفر نداره، آخرش طاغوت نمیدونه چی است طاغوت. فهمیدی؟ در آخر عاقبت تو همون میشید. امام احمد بن حنبل میگه که لحم العلماء مسمومه، گوشت عالمان زهرآلود است. کسی بوی کشید بیمار میشود، کسی خوردم گوشت میمرد. برای همین غیبت کردن خوردن گوشت چی است؟ عالمان است. این قدر انسانی که یک عالمانی که در حیاتشون به دین خدمت کردن یک ناکس ناچیز میخیزد، یک عالم کلان میگه که مرتد مشرک. از چی سبب است؟ از جهالت هستیم، از بسیار فتنه ها و جهالت هستیم. فهمیدی؟ من شما را از این دور میکنم که دور بیستید که دین تن آموزید، عقیده درست به عقیده گیرید. قول اهل علم، کسی از قول اهل علم دور میشود، از عالمان ربانی دور میشود، از قرآن سنت و از خودش این مسلمان این تکفیر میکند و ای عاقبت خوب ندارد و ای میمرد، در جهالت میمرد. فهمیدی؟ این قول من قول اهل علم است. برای من قول اهل علم تو میارم. من ابن تیمیه، عبدالوهاب، علمای حاضره و عثیمین و دیگر از تکفیر کردن یک کس دست میکشه، خودداری میکنن. کودکای یک روزه را میبینی که دین نو آموخته است، نو در دین نمازخون شدگی، تکفیر میکند. شما فکر نمیکنید همینه؟ برای همین نصیحت پدروار است برای شما، با تکفیر و با این کارا سر و کار نکن برادر. تو الف ب فرق نمیکنی. با تکفیر چی کار میکنی؟ تر روز قیامت ای تکفیر کردن با نمیپرسند. تر روز قیامت برای چی تکفیر کردی میگن. نامه اعمال تا از حاضر پر نکن برادر گرامی. من دلم به شما میسوزد، به استاداتون میسوزد. بهتان و دروغ و فریب کرده به الله با قسم میخورند، دیده و دانسته. الله هدایت کنه برادر گرامی. من دلم به شما میسوزد. میفهمی؟ نامه اعمالتون پر نکنید از گپای دغل، از تکفیر و لعنت و فاسقگویی و بدعتگویی که روز قیامت روزی سختی است که جوابگری سخت است برادر. انسان مسلمان پیغمبر میگه که المؤمن لا يكون لعانا ولا يكون فحاشا یا فاحشا. مسلمان مؤمن هرگز لعنتگو نمیشود، هرگز قولی بد نمیزند. انسان به دوزخ میدرد، به زبانش دوزخ میدرد. به زبان اساسی که بیشتر پیغمبر پسند که بیشتر چی انسان دوزخ میدرد، پیغمبر میگه زبان و شرمگاه. برای هم آگاه باشید از زبان. هر یک لفظی که از شما میبراید برای او روز قیامت جواب میتی. هر یک لفظ. فهمیدی؟ ناحق تکفیر کردی، ناحق لعنت گفتی، ناحق فاسق گفتی، روز قیامت جواب میتی برادر گرامی. نامه اعمالتون پری کارهای ناشایسته و بد نکنید برادر گرامی. پیغمبر میگه که من صامت نجا، کسی که خاموش میستد نجات مییابد. پیغمبر صلی الله علیه و آله میگه که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت. کسی ایمان بر روز الله و روز قیامت دارد پس خاموش ایستد، پس سخنی نیک زند یا که خاموش ایستد. برای همین برادر گرامی نصیحت من برای تو همین است، دلسوزی من برای تو همین است. انسانی که خیر میخواهد به یک انسان دلسوزیش بکند، از بدی منش بکند. برای همین است برادر گرامی. ای دیگه اختیار خودتون دیگه.